میخوام بهت یاد بدم که چجوری خیلی سریع مولتی تو لژند بکنی. سلام به کانال خودتون یعنی وایت هانتر، خوش اومدید و اومدیم با اولین ویدیو چنلمون. این ویدیو در مورد اینه که چجوری خیلی سریع مولتیمون رو لژند بکنیم. توی این ویدیو میخوایم در مورد اتچمنت ها، سنسیویتی، تنظیمات بیسیک و کلا نکته هایی که در مورد مولتی باید بدونید صحبت بکنیم. اولین اون کاری که شما باید بکنید اینه که باید سنسیویتی و بیسیکتون رو حتما روش تسلط داشته باشید. هات، سنس و تنظیمات بیسیک یکم مهمترین تنظیمات بازی هن که باید واسه هر پلیری باید داشته باشینش. حالا چجوری باید بفهمیم که چجوری سنسیویتیمون خوبه، هادمون خوبه یا بیسیکمون خوبه؟ به نظر من بهترین هاد برای اینکه بتونیم رنگ مولتیمون رو لژند بکنیم یا اصلا به لیدر بورد برسیم، برای من یا بعد شماها که موبایل پلیر هستید 4 انگشتی بهترین حالت برای پلی دادنه. و زمانی که 4 انگشتی پلی بدید میتونید خیلی راحت به گوشیتون تسلط داشته باشید و به تمام دکمه ها تسلط دارین و همه دکمه ها رو بین 4 انگشتتون تقسیم کردید. یه چیز دیگه هم که هستش سنسیویتیه که سنسیویتی بستگی دیگه به خود آدم داره. به نظر من از کسایی که مثلا سنسیویتی میدن میتونید کپی بکنید، ولی به نظر من نکنید، چون اونا سنسیویتی مخصوص خودشونو داشتن. میتونید از تنظیمات بیسیکشون استفاده بکنید ولی از سنسیویتیشون به نظر من استفاده نکنید. به نظر من اگه میخواین سنسیویتی خودتون که مخصوص خودتون هستشو بچینید که به حداقل بتونید واسه خودتون تسلط داشته باشید، یا اگر خواستید دستکاریش بکنید، یا اگر هم بخواید بردارید میتونید از سنسیویتی بقیه استفاده بکنید، ولی اگه باهاش راحت نبودید اون سنسیویتی رو دستکاری بکنید. ولی حتما اینو یادتون باشه که زمانی که دارین این سنسیویتی رو روش کار میکنید حتما یادتون باشه که سنسیویتی قبلیتون رو داشته باشید که اگه باهاش راحت نبودید اونو داشته باشید و اونو اگه خواستین اصلاح بکنید. اگر که سنسیویتیتون درسته یه پله بالاترید. حالا میرید تو تنظیمات بیسیک. تنظیمات بیسیک مهمترین تنظیمات بازیه که من براش توی همین فردا یا توی همین هفته من آموزش تنظیمات تمامی بیسیک رو بهتون میدم، با ترجمه بهتون آموزش میدم که هر کدوم چه کارایی میکنه، یا اصلا بهتون تصویریش هم نشون میدم که قشنگ براتون جا بیفته و بدونید که هر قسمت از تنظیمات چجوریه. حالا زمانی که تنظیماتتون، هادتون و سنستون اوکی بود، شما باید توی یک پله بالاتر برید، یعنی اتچمنت ها. من در یک ویدیو همین الان ضبط کردم که در مورد بهترین اتچمنت های سیزنه که در واقع به از این اتچمنت های مولتی هم هست. حالا تا آخر ویدیو بمونید، آخر ویدیو براتون چند تا اتچمنت هم میذارم. حالا ما اصلا اتچمنت بازم به سبک بازیتون ربط داره. راش میدید، خط میگیرید، یا مثلا خیلی سیف پلی میدید، یا همینجوری راش میدین و اگه تونستین میزنین، اگه هم نتونستین نمیزنین. دیگه بستگی به بازی خودتون داره، ولی بهترین اتچمنت ها رو من براتون سعی کردم بذارم. حالا حداقل اتچمنت همین USS 9 که دارین توی بازی میبینین، من هی دارم ازش استفاده میکنم و براتون میذارم که بتونین انجام بدین. و این اتچمنتی که میذارم بستگی به سبک بازیتون داره. حالا من اتچمنت هایی که دارم و DLم و یا اتچمنت اسنایپ USS یا مخصوصا USS براتون میذارم. ولی حالا بریم یه پله بالاتر که اتچمنتمون تموم شده. بعد از اینکه اتچمنت رو چیدید، شما باید یا یک اسکواد داشته باشید یا خودتون تکی بازی کنید. بعد ببینید چه جوری سبکی دارین پلی میدید. اگه تکی بازی میکنید میتونه براتون سخت باشه، چون باید تو مستر یه ذره سخته، ولی بعد از مستر چون یه ذره پلیر میاد توی بازی راحت میشه. ولی توی پرو و
مستر و اینا خیلی سخت میشه، چون همش اصلا پلیری وجود نداره و مثلا میتونه طرف مقابلتون پلیر بندازه و شما فقط بات داشته باشید و این براتون خیلی بازی سخت میکنه و رنکتون رو میاره پایین. ولی این که یه اسکواد کامل 5 نفری هم داشته باشین هم بده. شما الان بهتون دلیلش رو میگم، حالا بهتون میگم که چرا، چون الان واقعیت بگیم 5 تا اگه یه اسکواد 5 نفره کامل داشته باشید، شما با طرف مقابلتون یه کلن میندازه یا یه اسکواد کاملا پلیر میندازه که اگه اینجا هم دیده باشید میبینید بعضی از جاها پلیره و مثلا با اینکه مثلا میتونیم بزنیمشون ولی واقعا بازی برای رنگ ها سخت میکنه. برای همین اگه میخواین تا مستر با یک یا 2 تا دوستاتون مثلا یه جمع 2-3 نفره باشید که مثلا یه چند تا جا واسه بات داشته باشید، بتونه مثلا بات بیاره براتون که بتونید راحت تر چیز بکنید، به سمت مستر برید و زمانی که به مستر رفتید دیگه حالا اسکواد داشته باشید یا نشه باشید فرق آنچنانی نمیکنه، چون خودتون میتونید کارو برای یه رنگتون در بیارید و میتونید راحت رنگتون رو لجند بکنید. ولی زمانی که از مستر وی تموم میشه و وارد گرند مستر میشید خیلی بازی براتون سخت میشه، که برای همین من دارم بهتون میگم که هات، سنس، بیسیک و همه اتچمنت ها مهمه. حالا یک تنظیمات دیگه هم که وجود داره اینه که آقا زمان اگه دارین سرچ اند استروید بازی میکنید یا توی رنکتون سرچ اند استروید افتاد، اگه همه مثلا دیل برداشته بودن شما دیل بر ندارید، یه دونه مثلا گان بردارید، چون اونتی شاید یه تضمینی داشته باشین که مثلا تیمتون ببره. ولی اگه دیل بردارین هیچ تضمینی نداره، من تست کردم و اصلا تضمین نداره که ببرید، تو مخصوصا تو رنگ مت که هم بیشتر گان برمیدارن تا اسنایپ. ولی حالا میتونین بردارین، اگه میتونید خیلی هم خوبه، ولی به نظر من گان بردارید. نکته بعدی که من دارم براتون اینه که آقا زمانی که تو سرچ اند استروید هستید و کسی میخواست بمبو برداره، اگه از بچهای خودتون بود سعی کنید یکی رو بگید که فقط اون چیز برداره، بمبو برداره، و اگه هم خواستید سعی کنید خودتون بمبو بردارید که زمانی که بمبو برداشتید شما نباید راش بدید، چون قشنگ کاملا تیم شما نابود میشه و تیمتون میبازه، چون مثلا سری میمیرید زمانی که راش بدید و بمب میمونه همونجا و دیگه نمیتونن ببرن تیمتون مگه اینکه بزننشون و خیلی احتمالش کمه که بزنن. ولی اگه بخواید بمب داشته باشید به نظر من سبک بازی سیف رو بازی کنید. سیف چجوریه؟ یه جا بشینید، خط بگیرید، کم بکنید که مثلا خیلی نتونن بزننتون یا صدا پای آنچنانی ندید، یا مثلا بعد چند تا روزه که زدید بمب سری بکارید، ببینید یه جا کم بکنید، چند تا نیکیت بندازید و بتونید از قشنگ واسه خودتون تیمو جمع بکنید. اگه مثلا که این بهترین کاره، چون اگه مثلا تیمتون کلشون توی بازی نبودن و کیل شدن شما به امیدی واسه تیمت دارید. نکته بعدی اینه که چجوری خیلی 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 سریع، من گفتم که کمتر از 1 روز میتونید لجند بکنید، برای نکته‌مون هم همینه، خیلی خیلی سریع باید ما رنگ اپ بکنیم. چجوری؟ آقا شما باید یه جوری انجام بدید که بتونید بات بندازید برای خودتون، همش دنبال پلیر نباشید. به نظر من دنبال بات باشید تا مستر، که بعد از گرند مستر دیگه تمومه، اصلا گرند مستر بشید یا همون مستر بشید دیگه کلا براتون پلیر میندازه و تمام استفادهتون رو بکنید که بتونید سریع تا مستر برید و از بات ها استفاده بکنید. حالا نکته بعدی پرکا هستش. پرکایی که استفاده میکنیم خیلی مهمن. پرکای سرعت دارن، پرکای دقت، پرک قدرت، یا بعضی هستن که مثلا زمان که میمیرید نیت میندازن که من این ویدیوش هم براتون درست کردم، براتون لینکشو میذارم، حتما استفاده بکنید. و این پرکایی که استفاده میکنید واقعا مهمن، خیلی خیلی این پرکا مهمن، چون دو سبک بازیتون کاملا تاثیر میذارن این پرکا، پس باید روی پرکاتون داشته باشید. ممنونم که این
این ویدیو رو دیدید. خیلی ازتون ممنونم. اینم از اتچمنت ها. این اتچمنت دیل، اتچمنت لوکاس، اینم اتچمنت USS9 و ممنونم که تا آخر ویدیو دیدید. خداحافظ.